حاضر شما اگر صاحب اگر همه شرکت ساختمانی روزی شد که قد شما معامله کنه چی شرط پیش نمیمونه؟ کدام شرطا قد شما روزی میشه؟ گیله دارم و نمیخوام و اگر برم هر وقت اولتر از همین سوالا میکنم. یعنی از قانونی زمینی میترسی از قانونی پروردگار که برای تو میگه که امر معروف کن. یعنی که برای شما چیزی که عین زمان هستین حال اول موفقیت ثابت نمیشه. عادی است که دل خود آدم دیگر میتونه این کار انجام بده. سوال عجیب است برای چی پیش یگان دنبالون نمیره و نه که ای هر سگ و پیشک سوالای دینی میپرسه؟ با عرض احترام به همون نفرای دنبالوهایی که یک زمان منبر داشتن و ما در تمام خط سیرها در بازارها در خانه ها امر معروفشون گوش میکردیم. چرا حالا دیگه در منبر نیستیم؟ یعنی وقتی که مقامات نهاد کدام گنرال کدام پالکونیک سپارش داد که شما دیگه امر معروف نکنید، امر پروردگار کجا میشد؟ من برای همون احترام قائل نیستم پیش همون داملوها، پیش همون اشانا حاجی هایی که یک زمان منبر داشتن و هزارها نفر از پشتشون نماز میخوند، میلیون ها نفر اونها را گوش میکرد. و حالی کجایید؟ حالی چرا امر معروف نمیکنید؟ حالی چرا در منبر پروردگار نیستید؟ یعنی که جواب این سوال همینه که دلیل عملی از اون ملاها گیله دارد. گیله دارم و نمیخوام و اگر برم هر وقت اولتر از همین سوالا میکنم. یعنی از قانونی زمینی میترسی از قانونی پروردگار که برای تو میگه که امر معروف کن. برسان پیام مرا با سخنی مرا با مردمی که شاید خوانده نمیتونه چنین خودت علم نداره. ما وقت علم دینی نداریم. ولی به همین خاطر من یعنی شرطا نمیرم پیش داملو. بسیار گفتن که پیش این حاجی را پیش این داملو را شاید یک زمان روم شاید، ولی اگر رفتم اولین سوال من همین میشه. یک سوال خیلی هم عجیب است، خواستم بگذارم لیکن نمیگذارم برای که بعد میگن که چی بعد تیره گذشتی این قدر پول کجا میکنی؟ چی در دولت خودت بخیلی میکنی؟ خیلی هم عجیب. برای که سوالی هست که منطقی نیست. اول اینکه کدام پول؟ کدام بخیلی؟ ها 3-4 ماه اخیر همه میدونن که یوتیوب اون پلی را میدهد که فکر میکنم که معاشی دلخواه شهروند تاجیکستان است. این یک. ما از حساب تبلیغاتی که میگیریم اینا روی راست میگم اون پولی که از حساب تبلیغات میگیریم برگشت برای